ابوبکر صدیق با نام اصلی عبدالله بن ابی قحافه پس از پیامبر اکرم یکی از مورد احترام ترین و تاثیرگذارترین شخصیت ها در تاریخ اسلام به شمار می رود. او نه تنها به خاطر جایگاهش بلکه به دلیل ویژگی های اخلاقی و نقش کلیدیش در شکلگیری جامعه اسلامی همواره مورد ستایش قرار گرفته است. او که به خاطر ایمان راسخش شناخته می شود، اولین مرد بالغی بود که اسلام را پذیرفت و با شجاعت و صداقت پیامبر را در روزهای سخت آغازین اسلام همراهی کرد. ایمان او نه تنها در کلام بلکه در عمل نیز آشکار بود و بسیاری را به سوی اسلام جذب کرد. به دلیل تصدیق فوری و بیچون و چرای معراج پیامبر، لقب صدیق به معنای بسیار راستگو را دریافت کرد. این لقب نشان دهنده صداقت و اعتماد بی‌نظیر او به پیامبر و رسالت الهی بود و جایگاه ویژه‌ای در دل مسلمانان برایش ایجاد کرد. دوستی عمیق و وفاداری او به پیامبر، از جمله حمایتش در مهاجرت پرخط به مدینه، پایه‌های جامعه اولیه مسلمانان را بنا نهاد. او در لحظات حساس همواره در کنار پیامبر بود و نقش مهمی در حفظ اتحاد مسلمانان ایفا کرد. فداکاری‌ها و پایداری اولیه ابوبکر الهام بخش دیگران شد و زمینه را برای رهبری آینده او فراهم آورد. او با رفتار و گفتار خود الگویی از ایمان، صداقت و رهبری برای نسل‌های بعدی مسلمانان به جا گذاشت. ابوبکر به فروتنی، سخاوت و اخلاق نیکو شناخته می‌شد. او همیشه با تواضع رفتار می‌کرد و هیچگاه خود را برتر از دیگران نمی‌دانست. وفاداری مطلق او به پیامبر اکرم زبانزد خاص و عام بود و در هر شرایطی کنار پیامبر می‌ایستاد. با وجود ثروت فراوان، زندگی بسیار ساده و بی‌آلایشی داشت و هیچگاه به تجملات دنیا دل نبست. او همواره به نیازمندان کمک می‌کرد و دست بخشنده‌اش برای همه باز بود. ثروتش را بی‌دریغ برای رفاه جامعه و یاری مستمندان خرج می‌کرد و هیچگاه از بخشش دریغ نداشت. ایمان او چنان قوی و راسخ بود که وقتی دیگران در مورد معراج پیامبر تردید داشتند و شک می‌کردند، ابوبکر با اطمینان و آرامش گفت: اگر او گفته، پس حقیقت دارد. این جمله نشانه ایمان بیچون و چرای او بود. او حتی جان خود را به خطر انداخت تا از پیامبر دفاع کند و در سخت‌ترین لحظات پشتیبان و یاور پیامبر بود. ابوبکر تمام دارایی خود را برای اسلام بخشید و هیچگاه به مال دنیا وابسته نشد. جمله معروفش این بود: من برای آنها خدا و رسولش را گذاشتم. این سخن اوج ایثار و ایمان او را نشان می‌دهد. زندگی ابوبکر الگویی از فداکاری، خدمت بی‌دریغ و عشق به خدا و مردم بود. او نمونه‌ای کامل از یک همراه واقعی است. پس از رحلت پیامبر، رهبری ابوبکر جامعه عزادار را آرام کرد و به آنها اطمینان داد که اسلام همچنان پابرجاست. او به آنها یادآوری کرد: اگر محمد را می‌پرستیدید، محمد مرده است. اما اگر خدا را می‌پرستیدید، خدا زنده است و همیشه خواهد بود. این سخنان به مسلمانان امید و آرامش بخشید و آنها را به سوی آینده‌ای روشن هدایت کرد. او به عنوان اولین خلیفه انتخاب شد و مسلمانان را در لحظه حساس متحد کرد. نقشی حیاتی در حفظ وحدت جامعه اسلامی ایفا نمود. ابوبکر با شورش‌ها و امتناع از پرداخت زکات روبرو شد، اما عزم او در جنگ‌های رده، وحدت و یکپارچگی دولت اسلامی را حفظ کرد. او با شجاعت و تدبیر چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشت. او ارتش‌هایی را برای برقراری نظم اعزام کرد و از اصول اصلی کوتاه نیامد. نشان داد که رهبری قوی و پایدار می‌تواند بر مشکلات غلبه کند. ابوبکر همچنین جمع‌آوری قرآن را آغاز کرد تا از حفظ آن برای نسل‌های آینده اطمینان حاصل کند. این اقدام او به حفظ و گسترش اسلام کمک شایانی کرد. رهبری او اسلام را پس از رحلت پیامبر تثبیت کرد و پایه‌های محکمی برای آینده‌ای پایدار بنا نهاد. وفاداری ابوبکر افسانه‌ای بود. پس از کتک خوردن برای دفاع از پیامبر،
اولین نگرانی او امنیت پیامبر بود. در طول هجرت، او پیامبر را از خطر محافظت کرد. حتی نیش عقرب را در سکوت تحمل کرد تا او را آزار نداد. او ثروتش را برای آزاد کردن مسلمانان مظلوم خرج کرد که تنها با ایمان انگیزه گرفته بود. اعمال ابوبکر همیشه برای خدا و رسولش بود، نه برای منافع شخصی. این داستانها درس‌های قدرتمندی در عشق، فداکاری و همنشینی واقعی باقی ماندند. خلافت کوتاه ابوبکر محوری بود. او وحدت جامعه مسلمانان را حفظ کرد و از قرآن محافظت نمود. اصرار او بر زکات، مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک ارزش اصلی اسلامی تثبیت کرد. شخصیت او، راستگو، فروتن و سخاوتمند، الگویی برای مسلمانان باقی مانده است. رهبری و دوستی ابوبکر با پیامبر منبع الهام بخش پایداری است. او به عنوان معیار نهایی ایمان، وفاداری و خدمت به خدا به یاد آورده می شود.